برای اتصال اینترنت به دستگاه وارد بخش تنظیمات میشیم. گزینه وای فای رو انتخاب میکنیم. وای فای رو روشن میکنیم. اجازه میدیم دستگاه رو پیدا کنه. بعد از اینکه وای فای رو پیدا کرد میتونیم از این قسمت صفحه هامون رو انتخاب کنیم. اینجا ما وای فای مورد نظرمون رو بهش رمز میدیم. در اینجا وای فای ما متصل شد و اینجا گزینه وای فای در بالای صفحه برامون مشخص میشه. بعد از اتصال اینترنت در برنامه برایتون هوم دوربین گوشی رو اسکن میکنیم و ارتباط با مانیتور برقرار میشه.